مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. رفتیم کجا؟ مادرم رو در این احوال پرتوسته نمیتوانم آقای دکتر. نه کجا؟ باید وصیت مادرت رو بجا بیاری. مادرم مرده اشان رو پرتوسته آمده، حتی جنازه اشان رو نگذرونیدیم. میدونم کجا، میدونم دیگر علاج نداریم. اکنون برای او تنها یک کار کرده میتوانی، این هم تحصیل کردن از کجا، میفهمی؟ بیا کجا رفتیم. شرف مدیا تقدیم میکند. مرا سردید، من به نسی مادرم میروم. اگر برگردی سلاح دارو تو رو با کوه میبرند. رفتیم. اگر آن کودک رو یابم. شرف مدیا تقدیم میکند. زبیر سردارم. ترا من تو را میشناسم. تو زبیر از دهه گذشته هستی؟ نه، من زبیر از قزلتوخم. نخواد، شاید مانند کردم. مجده اینو از راه آمدن، یگان چیزی خوردنی بیار. نیست آخر نیست. رفتیم کجا؟ بایسته. آگاه همتان را به تیاری میفرستیم. تیاری را که گذاشتید و جایی که مرکز خواهد شما را به همانجا میفرستیم. قماندان، مرا نفرستید. من همش رو میدونم، لازم نیست. یعنی همش رو میدانی؟ قماندان، من آماده هم. کاری نیست که من نتوانم. هم بس کن. تیاری سر شد و فرمان زیر نمیبرایم. تو از دیگران هیچ فرقی نداری، فهما؟ مجده، در پیش چشمم نگردند. آنها را به غار درآر تا از قرارگاه برآمدنشان تو جوابگری هوشیار باش. خوب شد از نکهیسیون. زود کنی راه گردید، به غار می رویم. راه گردمک کنی زودتر. چی گپ شد کجا؟ مونده شدی؟ رفتن نمیخوام، من از این مادرم میخوام آقای دکتر. شرف مدیا تقدیم میکند. کجا؟ اگر بدی هروی سلاح دارن تو رو با کوه میبرند. من به دست نمیافتم، مادرم را پرتوفته نمیتوانم. گوش کن کجا؟ من هم پدرم را از دست دادم، در جنازش نبودم. زنده یا مرده بودن مادرم را نمیدونم، اما باوری دارم که با اونها یک روز در دنیای دیگر وا میخوریم. مادری تو هم تو رو در بهشت انتظار میشود. یک روز حتما با او در اونجا وا میخوری. اکنون برای او تنها باید یک کار کنی، خوانده انسانی در کاری شده به دهر برگردی. باید این جایها رو به جنت تبدیل دهی. کجا؟ انا آن وقت مادرت در اونجا از تو راضی میشود. بیا کجا؟ بیا. رفتیم. کنی زود باشه، آتش را بلند کنه. دخترم رو نگرفت از اینجور نمیروم.
نمیروم. چی گپ شد بیبی؟ هوا خیلی سرد شده است. یخ کردیم که چه؟ با خدا یخ کردم. کودک در کجا بدی؟ با خدا که نیافتیم سینون. چرا نیافتید؟ آن کودک با کجا غیب زد و فکرم او را دکتر پنهان کرده است. همه جای را دیدید؟ نقطه تیبی را هم دیدم سینون. نه دکتر است و نه کودک. از بین همین قدر آدمان سلاحدار یک کودک گریخته از بدی. مگر این شرمندگی نیست؟ در نزد تشکیلات شرمنده شدیم. آن کودک را باید یابیم. تشکیلات از هر گروه یک کودک برای بمب طلب دارد. سینان حتی یک کودک هم نفرستاد گوید چی می شود؟ در پل بقدم نیو سینان. یک چند نفر را در ده ماندم. از پس دکتر نظارت میکنند. البته کودک را مییابند. جوید با دقت باشید. آیسته آلدو. لبای آقا. مرده را با مسجد برید فرما. خوب شد است آقا. گریه نکن دلو. از دستمون چیزی نمی آید. سهر آقای حوین رو در این حال دیده خودم رو گم کردم زینب. بابایم هم نیستن. چی کار کردنم رو ندونستم. بابا ابراهیم در کجایی؟ بعد از نماز بامداد آن کس را بردند. برای دو قبیله رو با هم آشتی کردند. و بیماریشان نگاه نکرده رفتند؟ نپرسیدم اکی حمید. بابایم تماما به خودشان اهمیت نمیدهند. راست میگویی دخترم، راست میگویی. بابا همین خیلند. مادامی که بابا ابراهیم نیستن ما به رئیس خبر میدیم. بگذار به جنازه آمادگی بینن. من خبر میدیم. مایلش با آقای حوین مناسبتتون خوب نبود. برای کمک کردنتان تشکرم اکی حمید. نه دخترم نه. ما در این مسئله خطا کردیم. بابا ابراهیم حق بودن. زنی بیچاره را با دو فرزندش تنها گذاشتیم. مایلش من میروم. آقای دکتر نیستند دیلو؟ نیستند. دینا بیگوه رفتند. به کجا رفتند؟ پسر آقای حوین رو به دهه مزارک بردند. خوجه رو سلاحداران برده بودند کو؟ آقای طاهر یک خدشه گذاشتند. خوجه دیروز از سلاحداران گریخته به اینجا اومده است. دهه مزارک خیلی دور است. در این خونه که تا به آنجا رسیده نشون. خدا خودش میدوند، اما کارشان وزنین است. راست میگوید چیزوان. تو رفته پدرت رو به جنازه خبر کن. مایلش دیلو. نسبت اون ناحقی میکنی زینب. او تو رو خیلی دوست میدارد. میدونم دیلو. چی مگر من خاندار شدن نمیخواهم، اما نمیتوانم. طاهر رو بدبخت کردن نمیخواهم. خیلی خنک خوردم. همین خیلی است خوجه. خیلی خنک. اکتبر اومده است اما این جایها خیلی خنک میشود آقای دکتر. ما در کجاییم خوجه؟ بیا. خیلی گروز نمونده. بازی با دهه میرسیم. خیلی راه مونده است. زودتر راه کرد. السلام علیکم. و علیکم السلام. به دهه مزارک میرویم. میگویند اونجا مکتبی بوده است. بله. ما از همونجا میآییم. پسری ما رو مونده آمدیم. لیکن شما بیهوده میروید زیرا دیگر جای نمونده است. از هم آخر پسری ما رو به جای نفر از دهه و کلان قبول کردم. شما رو نشون دهید اون طرف شما حال میکنید. پدر. از واقعه ها خبر دارید؟ دیر کردی خانم کزبان. مردن حوین را الدا گفت. بله.
آقای رئیس خبرهای دیگه را از من میگیرن. شما دیگر زحمت نکشید خانم قزبان. تو فکر میکنی که همه خبرها رو میدونی اودای چوپان؟ خوجه از دست سلاحداران ریخته است. تو چی ها میگویی دخترم؟ راست است؟ به خدا کی؟ اینش مالش. دخترمون کودک رو گرفته به دیهای مزوریت رفته است. نخواه؟ این دکتر مگر دیوانه است؟ برای چی به همه کار بینیش رو میخلاند؟ مرحمت رئیس. آقای رئیس به جنازه میرویم؟ البته. الدا لبه مرا در حجره کاری انتظار شو. اما آخر به جنازه میرفتیم آقای رئیس. من یک کاری ضرور دارم. رو بچشم رو زودتر رو. خوب شده است. اینها کجا شدن این لعنتی ها؟ ای خدا. رئیس این طرف دوه. اینها سرم را با بلا می اندازد. چکار میکنید در بین این کوچه؟ خوجه از نزد ما گریخت. او را میکوبید ها؟ سینان چنین فرما. خوجه را بیخوده در ده میکوبید. دکتر او را با مقطع برده است. سینان از این سخت میرنجد. کودک را در شهر انتظارم. نقشه ها ویران میشود. حالا هم وقت دارید. در این خیل هوا از کو گذشتن مشکل است. اگر زود از پسشون شوید آنها رو دستگیر میکنید. با کدام طرف رفتند؟ از شب براه برآمدند. دکتر این جاها رو نمیداند. تنها با راه هموار میرود. حالا با کوه سرخ هم نرسیدند. ایزایشان تازه است. زود میروید. شتابید. رفتیم. بیا خوجه. خدا از مردمی هر روزی باشد. ببین برای متوشه راهشان رو موندن. بیا خواهی کمی تناول میکنید. نمیخوام. کجا ایستو؟ کجا میروی؟ نشنیدید؟ در مکتب جای نیست. من به نزد مادرم میروم. کجا اینجا بیا. من با اونها گپ میزنم. البته تو رو جوی میکنم. میفهمی؟ به نزد مادرم میروم. باز دیدنش میخوام. او را آغوش گرفتن میخوام. کجا؟ مادرت رو دیدن میخواهی؟ من به تو مادرت رو نشان میدم. مرا فریب نکنید آقای دکتر. مادرم دیگر بر نمیگردن. از کجا میداری کجا؟ بیا. وقتی با مکتب رسیدنت به تو میدادم اما سر و سیمه شدی. مادر جون بیا رفتیم کجا؟ راهمون دراز است. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. چی نفهمیدی تو؟ چی میخوایی؟ با بیرون برو. از شما خواهشی دارم. چی میگویی؟ با بیرون برو. مرا با تیاری نفرستید. برای چی؟ من به مشق احتیاجی ندارم. همه کار رو میتوانم. شکارچی خوبم. زود باش. گبرا بس کن. کنی زود اما در برون جمع شوه. راگر همه کار رو میتوانستد. گویا کودک را فریب میکنم. خیلی خزر. کنی زودتر. زودتر به اینجا ببره. مساف سرایه. من با تیاری احتیاجی ندارم. برو ایستاده ای. راگر. گذر زودتر. به خدا برادر پیری زدم را میرسونم. چی گپ است بدی؟ سینون. این ابله با تیاری رفتن نمیخواهد. در همین جا ایستم میگوید. کماندو من میگویم که مرا سنجید. خودتون میبینید همه کار را میتوانم. شکارچی خوبم. مرا بیهوده نفرستید. این کار با تو شکاری مینه نیست دبیر. برای جنگاور تیاری شرط است. خورشید میآید کماندو. کنی گذر زود باش. خیر است این چیست؟ مرکز با شما مکتوب فرستاده است اینو. بیار.
چی میخواهند سینون؟ دو فرمان میدهند. باری دزدیده فرهاد را میخواهند. تشکیلات حالا هم آن بار را میپرسد سینون. تو چه ها میگویی؟ یک خلط پول از دست رفت. البته میپرسند. ما آن بار از کجا میابیم سینون؟ نیابیم. دیگر علاج نیست. وگرنه آنها ما را پوست میکنند. فرمان دویمشون چی بود است؟ باید برای تشکیلات آدم جمع کنیم. آنها را از کجا میابیم؟ از دههای نزدیک، از گرد و اطراف. دههای به ما نزدیک دههای آبی کلان است. آن دهه با تشکیلات زید است. بله. دیگر چاره ندارند. تشکیلات فرمان داده است. از هر خانه یک نفرش را میگیریم. کماندان در نزد جسدهای عبدالله و یوسف که بری هم خواب بودن می نشیند و از پیشانیشان بوسیده می گوید الوداع فرزندان صادق وطن. نمایش در همینجا تمام می شود. خیلی علم‌آور شده است معلمه. بله به خدا که همین خیلی است. تشکر بچه ها. تشکر به تو تغییر. تشکر زیاد. چی گفت شد خوجا؟ عکس افشیدن سوهای دکتر. عکسی مادرم. چی خلفتی دست خوجا؟ در جیبم مونده بودم. جیبم سوراخ بوده است. همین که بدی هوا گشتم با تو دیگر سویفته میفرستم. خوجا بیا راه همون را دوام میدیم وگرنه از خونو که یخ میکنیم. آن رو نیوبم نمیروم آقای دکتر. آن خاطره از مادرم است. بیا خوجا رفتیم. اگر جیبت سوراخ باشد کی میدونه در کجا افتیده است؟ تو چخیل میابیم. آن رو نیوبم به هیچ خوجا ایستو. خوجا ایستو. خوجا بیا. به این طرف گرد. از بالای کوه نگذارید. آن را دور زنید. بله درست است. سرما همه‌تان رو نابود میکند. شما رو فهمیدم قماندان. اکنون زودتر برها برآید. راه گردید. زودتر قدم زنید. زود باشید. زودتر باشید. ایستو توش کنید. در چی گفت؟ سردارم من جای آن بار را میدونم. کدام بار را؟ باری را که شما میجویید. تو جای آن بار از کجا میدانی؟ به خدا که میدونم. تو جای آن را از کجا میدانی؟ رزیلی دروغگوی. باور کنید درست میگویم. احمق شوخی نکن. بس افدر را زود باش. بس افدر را صبر کن بیدی. شاید یگان چیز داند. آخر او چی را میداند؟ برای از تیاری گریختن با ما بازی میکند. بازی نمیکنم. من جایش را میدونم. در کجا بوده است؟ در دهه آبی کلان است کماندان. آخر او دروغ میگوید. زبیر قزل تاغی باری در آبی کلان بوده از کجا میداند؟ صبر کن بیدی. و من جایی بار را نشان میدی. نشان میدهم. اگر دروغ گویی دانسته باش تا را نصف میکنم. به خدا من خودم میکشم. این آدم نیستد سینون؟ نیستد. شما روید. خیلی رفتیم. خیلی زودتر. شما زودتر روید. راه گردید. راه بیدی. یک چند نفر را با خود میگیریم. با او باور نکن. به خدا وقتمون را بیهوده صرف میکنیم. این هم باید به دهه آبی کلان میرفته بیدی. کنی تو با مکان یوزها رو از هر خانه یک نفر را گیرید. خالی نبرایید. مالشتیم مجده آدمان را جمع. خوب شده است که چه ایستا. مجده هم با ما به دهه آبی کلان میرود. مالشتیم کنی زودتر باشید. جمع شوید. زودتر. خوجا ایستا. خوجا قوت رو بیهوده صرف میکنی. راه همون دراز است. خوجا مادر جون. بیا خوجا رفتیم نباشد کوه رو گذاشته نمیتوانیم. من طاقت کرده نمیتوانم آقای دکتر. خوجا بیا کمی دیگر طاقت کن. باید از اینجا رویم.
رو گذشته نمیتوانیم آقای دکتر. من دیگر نمیتوانم. گوش کن خوجا، با مادرت وعده دادیم که باید خونی. مادرت بسیار خواندن شما رو میخواست. اگر حاضر از اینجا نرویم روحی مادرت از ما شاد نمیشود. خوجا ما رو نمیبخشد. بیا رفتیم، بیا خیز رفتیم، اویسته اویسته رفتیم. خیز خوجا رفتیم. زینب دیلو، هوا خیلی سرد است. من از توی خیلی خواطرم. یگان خبر هست؟ افسوس که یگان خبر نیست. حالو بر نگشتند. با درون درو زینب، در نزد در نیست. بابویم حالو ناومدن. عمر هم نیست. تشکر دیلو، وقت ندارم. میروم. من هم به نقطه طبی میروم. وای، اصلا با من سحنچه نوشته ی آقای توی خیلی مخصوص شد. خیلی خوب نوشتند. میخواستم با اون کسی سوی مینداری کنم. کاش همینجا میبودن. از این خیلی خرسند میشدن. کمی صبر کن سینون. گذارید زودتر رفتن گیره. گوش کن سینون. گپ این خیال رو گوش کرده از پسش آمده. اون ما رو فریب میدهد. اما تو نشاب دیدی اگر ما رو فریب بیاد او رو میکشم. تمام. پیش از تو من او رو میکشم. دانسته باش. چرا انتظاره؟ بیا. آمدم. خوجا هوشیار شو زود باش. بیا شین خوجا، شین خوجا. خوابت نبرد خوجا. من آتش میگیرونم، کمی گرم میشویم. اینجا دم گرفته باز رو همون رو ادامه میدهیم. خوب نمیروم آقای دکتر. خوب نرو خوجا. ایزی یک نفر است. دیگمش به کجا رفته باشد؟ ایزها که قدر شدن. شاید کودک رو با پشتش برداشته است. زود باشد میرویم. با این حال دور نمیروم. رفتیم. خوندکی میشوی خوجا؟ خوندکی میشوی؟ من خونده مثل شما میشوم. چی خیلی یعنی؟ دکتر میشوی؟ بله دکتر، اما مثل شما. مادرم هم همین خیلی گفته بودن و مثل دکتری خودم شوید و فقیر و بیچارگان کمک کنید. انشالله میخونی خوجا. مادرت گفتگی برای میشوی؟ دکتری کلانه میشوی؟ بیا خوجا، از دیشب است که خواب نکرده ایم. کمی خواب میکنیم بعد باز رو همون رو دوام میدهیم. میلش در کجاست؟ انا در همین جاست. خب کنی گذر یا هر دوی شما در بیرون آباداری کنید. خوب شده سینون. بار مگر در همین جاست؟ کنی آب در همین جاست. خمان جاست. برای ایستاده ای کنی آب جوی بارو میره. شرف مدیا تقدیم میکند
با کانال شرف مدیا عبور شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. باید در همین جا می بود. تو با من بازی میکنی احمق، حتی جایش را نمیدانی. به خدا که در همین جاست، حاضر میوبم. مجده لبا یکیشنو برو پران. پران گفتم. خوجا خوجا تو در کجایی؟ رفته است. آتش خاموش شده بود. خندق میخورد گفتم آقای دکتر. سلامت باشی. بردم در این جای زیپویا. بیا خوجا بیا زودتر بیا. چرا انتظاری؟ قرار آخر شاید به یاد نمیاد. پران گفتم. دکتر به یادم آمد کماندو. در کجا بودمش رو به یاد آوردم. تو هیچ چیز رو نمیدونی، ما رو فریب میدی. در اینجا فرمانی قتل رو من میدیم بدی. انا کماندو همین جاست. بدی این را کشا بیا بدی. شرف مدیا تقدیم میکند. انا دیگرش هم در اینجاست. کشا بدی و درونش نگاه کن. مالی تشکیلات یافت شد بدی. بله. در اینجا بودنی بارو از کجا فهمیدی زبیر؟ در اینجا پنهان کردنی فرهاد را دیده بودم کماندان. راست میگوید. اکنون با شما یک جایی هم همین طور نی کماندان. مرا به مشق نمیفرستید. بله نمیفرستد. حالا ایستا تیر پرهانیش را هم بینیم. بله. پسرم کمی صبر کن، حاضر نون میپزم. من خیلی گرسنه شدم مادر جون. من هم خیلی گرسنه شدم مادر جون. حاضر به شما نانی روغنین میپزم. خدا خودش مدد کند. این آخرین آدم. خدایا بخیر باشد. بشتر من میبینم. مادر جون. یا طرفی؟ مادر جون. نترس دخترم. همین خیلی در خونو که میشینید؟ بله دیگر چاره نداریم. مادر شما هم حتما به درون دارید. بله او راست میگوید، شما به درون دارید. رفتیم.
از ما چی میخواهید دخترم؟ نامت چیست؟ عبدالله. گوش کن امک عبدالله، برای تشکیلات آدم جمع میکنم. من 2 پسر دارم دخترم. کلانیش این خاندار است، کودکان خردسال دارد. دیدید دیگرش خورده است، 30 سالش برای به تشکیلات داخل شدن نمیرسد. گوش کن امک، خودت را بیهوده مانده نکن. فرمان تشکیلات چنین است، خرد، کلان، زندار، مجرد فرق ندارد. از هر خانه 1 نفر را میگیریم. چاره نیست. از فرزندانتان یکیش با ما همراه میشود. اگر نشود چی؟ خانه‌تان را ولنگار میکنیم. ما را با زوری به خودتان سرباز میکنید. تشکیلات خواهد سرباز نه، حتی فدایی هم میکند. ما خواهشی به تشکیلات همراه شدن را نداریم. جوانی جسور مینمایی، برای خلقمون جنگیده نمیخواهی؟ تو چل کرد هستی؟ کسی به تشکیلات ندارد کرد نیست مگر؟ ایست رفت، ایست. به مالمون دست دادید، به رزقمون، به ناموسمون، به جانمون دست دراز کردید. حالا باشد میخواهید که قاتل شویم. شما بغیر از بدنام کردن این کردها دیگر کاری نمیکنید. حیف شما. تو کسی؟ دیسته پسر خردی من است. یگان چیز برای خوردن نداره دمک؟ شما به مهمان اکرام کردن رو نمیدونید؟ متاسفانه چیزی نداریم. خوراکمون تنها همین قدر است. بچه ها گرسنه‌اند، اقلا 1-2 پاره نان بیارید. آنها را دیدم. بله آنهایند. با کودک زیر نپرانید. عمر من زنده لازم است. رفتیم. ده کجا ده؟ او رو یافتن. ده از پس من. زودتر. میخزیم بچه ها. پگاه باز میویم. یا این یا وای. از بینشان 1 تاش به تشکیلات میدرویم. فهمیده؟ اکنون چیکار میکنی پدر؟ ایستا پسرم، خدا بزرگ است. شما به موضوعتان چیزی نکنید. بخیر است. چی گفت شد؟ این ظالمون چی میخواستند؟ برای چی آمدن؟ چی شد؟ آنها رفتند؟ گفت زنید. از ما چی میخواهند؟ هیچ چیز. باز چی میخواستند؟ خوراک خورده رفتند. کنی بچه ها آتش رو در گرانید. رفتیم. همه نان رو خوردن مادر جان. اکنون ما چی میخوریم؟ مادر جان ما گرسنه شدیم. به ما نان بیارید. زیغ نشم جانکم. قربونت شوم. کمی خمیر پنهان کرده بودیم. هست مادر جان. انا همین قدر برای بیگاه هم میرسیده باشد. میرسد مادر جان. گوش کن سینون، بوری در خلطه بوده خیلی قیمت است. بله همین خیلی است. تو اینجا بیا. لبای سینون اینجا نوبتداری کن. کسی که نزدیک آمد پران. ایتوان سینون. نباشد من تو را میپرانم. رفتیم بیدی. رفتیم.
هوا خیلی خنک شده است. چرا با من این طرف نگاه میکنی؟ گرزم نیتی بد ندارم. تو را به دخترم مانند کردم. نگاه هایم برای همین است. چی گفتی؟ چی کار میکنیم سیمون؟ برو این چال میکنیم. بله، یک از نشان را منظرتر. بدید سلاح را ده. سلاح را ده. مرحمت. گیر. یعنی نشان زنیت را بینیم؟ سلاح را راست دار، این هزوم نیست. یا رفتیم. اگر سلاح را چنین دارد حاجت به پراندن هم نیست. خیلی باز در دستم سلاح را نداشتم. سراسیمگیم از همین سبب است. یعنی چی را انتظاری؟ نشان رسی میستی، نرسی میروی، فراموش نکن. الان آخیر خدایا کمکم کن. الان بدی به زمین سلاح ده. مایلش گیر این را. بیاید میرویم. با کجا؟ به دهه آبی کلان هجوم میکنیم. رفته بدی. رفتیم مجده میرویم. به دهه آبی کلان؟ زینب در این خنکی چرا اینجا ایستاده ای؟ دیلا تو این دم باید او برمیگشت. بهترش بیاردیم، اینجا خطرناک است. بابایم حالم ناومدن. اگر با یگون چیز شده باشد چی؟ یا که احوالش بد باشد چی؟ باید زود بکه برآمده توهیر رو کوبیم دیلو. مایلش اما چی در زینب؟ آقای توهیر رو چی در میابیم؟ من با توهیر مصیبتی بس کردم. اگر با یگون چیز شود خودم رو اصلا نمیبخشم. رفته با رئیس گپ میزنیم، مردم رو جمع کنن و جستجویش میبرایم. راست میگویی زینب. رفتیم. خدایا توبه. گم شو. خورید دندونا چکنم. همه جا را رفته تازه کردم آقای رئیس. آفرین اوضاع. چوب کنی احمق. تازگی همین خیلی است. این طرح باشد اینها چی هم؟ خانم قیزبان آخر عیب می شود. حاضر من به تو عیب رو نشون میگم ابله. خانم قیزبان خاموش. خوش آمده دخترها، بخیر است؟ خوش باشید اما شهباز. آقای تویر پسری اپای حوین حجه رو به مکتب بردن، اما تا حال برنگشتند. شاید در کوه در مانده باشند. مردم رو جمع کنید، رفته او رو کوبیم امک شهباز. تو چی ها میگویی دیلا؟ در این هوا کی جسارتی به کوه برآمدن میکند؟ ما حتی در اینجا از خنکی یخ میکنیم. ما باید با آنها کمک کنیم امک شهباز. اگر طاهر برای یک کودک به کوه برآمده باشد، چرا ما برای یافتن او به کوه نبراییم؟ غیر از این دیه به طاهر از هر جهت قرضدار است. گوش کن خانم معلمه، با او چی؟ چرا به کارهای آدمان دخالت میکنه؟ خودش را قهرمان نشان دادن خواهد، حالش همین نشود. بابایم هم تا نامدن امک شهباز. بابایت رو مردم نپرتافتند، اما کاری کرده ای دکتر دیوانگی است. من مردم رو دانسته به مرگ نمیفرستم. خفه نشوید. رفتیم قیزبان، به خانه میرویم. گرسنه ماندم. آن را ده. من هم گرسنه ماندم پدر. بیایید میرویم. زود باش. رفتیم. اگر خواهید من خودم تنها میروم معلمم. من برای دکتر به همه کار تیارم. تشکر الدو، اما باید خودتو نمیشود. الدو گرسنه گشتن نخواهی؟ در رو محکم کرده بیا. خوب شد از آقای رئیس. بیا.
اکنون چی کار میکنیم زینب؟ با پدرم صحبت میکنیم، با ما کمک میکنند. همه به جستجوی طاهر میبراییم. بیایید رفتیم. تسلیم شو دکتر. تسلیم شویم آقای دکتر، نباشد ما رو میپرونه. تسلیم شو دکتر. چی کار میکنیم آقای دکتر؟ خودت رو پرتو خوجه. رفتم. خوجه 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 جدی همینجا جدا میشویم. مایلش تو مجده و زبیر رو با خود گیر. خوب شده سینو. رفتیم، دیگران با من می آیم. کمی راه گردید. همکی زبیر رفتیم. در اینجا چیکار دارن؟ راه گردید راه گردید راه گردید رو با من گوش کنید. از هر خانه یک نفر به تشکیلات همراه می شود. پسر دختر فرق ندارد. کودک ها را هم میگیریم، بعد آنها را پگاه میسپاریم. مکاری خیلی همه شود. کودک ها رو به کوه برآورده دستشون رو به خون آویزان میکنیم. از برای خدا بس کنید. از خدا ترسه. چرا اینقدر جواب میکنید؟ درست میگوید. چرا اینقدر جواب میکنید؟ بس کن احمد. فرمان تشکیلات است. میشود گفته باشیم میشود. تمام. شرم نمیداری به طرف شخصی که در سن سالی پدرت از داد فریاد میزنی. خو اینها ما برای کی کار میکنیم؟ هم احکام را میفروشم. خو اینها بس کنید. خو اینها پدرم کجا رفت؟ دخترم زینب در نزد چربان. در نزد چربان؟ رفتیم زینب دخترم پینهان شو سیلاب دستان آمده ایستادن. آنها برای چی آمدن؟ برای چی میآیم؟ برای چی؟ برای زینب را بردن آمدن. آروم شوید پدر، مکتب نیست، آنها دیگر با ما کاری ندارن. به خانه گشته برای تشکیلات آدم جمع میکنن. حامیش به خانه ما هم میآیند. زینب بیا پینهان شو. پدرت راست میگوین زینب، بهترش تو پنهان شو. زینب بیا یک روی نکن با خانه رو. همه یک جویه. شما چرا ایستاده اید؟ روید. یا خدایا زودتر پای ابزالهایتان را پوشید. زودتر. علی در را پوشا. زودتر برایید. من یک رفته بینم، شاید بابایم آمده باشه. میلش دخترم میلش. زینب زودتر درا. این چی خیلی فرمان؟ من هم باوری نمیگویی بردگو. فرمانی من فرمانی تشکیلات است. باور نمیکنی و تشکیلات زید نبرایی. گوش کنید، با ما به بالا میروید، در آنجا تیاری میبینید. فهمیده میگویم. مایلش فهمیدیم. دانسته باشه کسی زید برایت خودم میپرانم. فهمیده. کنی گذر گفتم.
گذر اومد. علی گذر زینب کنی؟ همین دخترم شما اینجا ایستید. مایش پدر میستیم، اما کودکان اینجا خنک میخورند. من چاره‌اش رو میبینم، شما فقط به برون نپرایید. مایش پدر جون خاطر نشوید، خودتان رو احتیاط کنید. خب دخترم. بابا جان، بابا جان در کجایید؟ خودم تنها در اینجا چیکار کنم؟ کودکان را پنهان کردی امید؟ پنهان کردم اکا، در راغل خانند رفتم اکا. یک طرف تو به خدا کیوست برفین گوش کنید، فرمانی تشکیلات است. میدونم، اما در خونه ما پسر بچه نیست. دروغ نگو. همه میدونن برادر، در خونه ما پسر جوان نیست. من تنها یک دختر دارم، تمام. همین طور برفین تو ما را خوب میشناسی. با آنها گوی ما پسر نداریم. برفین تو ما را میشناسی، ما پسر نداریم. همین طور نه؟ نامی من مژده است. من شما را نمیشناسم. شما کی هستی؟ تو چی ها میگویی برفین؟ ما را نمیشناخته است. چی ما را کودک فکر کردی؟ دمتان را گیره. یک دختر دارم گفتی ها؟ بله. تو را شناختم. معلم را پگاه به میدان ده بیار. رفته. دخترم رو میگیرن وقت چکار کنم؟ چیکار میکنی پدر؟ خوبش من با تشکیلات همراه شوم پدر. تو چرا میگویی پسرم؟ ما با آن قاتلان چی علاقه داریم؟ نه عثمان، تو به هیچ کجا نمیروی. دیگر چاره نیست. آنها ما را به حال ما نمیگذارند. شما فرزند دارید، مانید من روم. به هیچ کجا نمیروید. هر دویتان هم استید. خدا بزرگ است. در حال قرار ندهید. دیگر چاره نیست پدر. ایستا عثمان، تا پگاه مهلت داریم. با رازگی خدا یگان چاره میابیم. گریختند. بله، لیکن دور نمیروند. ایزی پایشون معلوم است. رفتیم. درک شوه. چیگه پس در را شکستی؟ خیلی است. در اینجا چی میکنید سینون؟ کار داریم رئیس. خیلیش؟ اما با اینجا آمدن از نادرست هستیم. برای وظیفه همی را اجرا کردن آمدم. چی خیلی وظیفه؟ فرمان گرفتم.
از هر خانه ده یک نفر برای تشکیلات میگیریم. سینان، این خانه من است. دانسته باشه در اینجا برای با تشکیلات همراه شدن کسی نیست. چی است پدر؟ و در اون درا. نام تو چیست؟ قزبور. و در اون درا گفتم. درا. برای با تشکیلات همراه شدن کسی نیست گفتی رئیس؟ سینان، او دختری من است. دختر پسر فرق ندارد. دخترت با تشکیلات همراه می شود. تو چی ها میگویی برادر؟ گپم را فهمیدی؟ من با تو کمکی زیاده کرده ام سینان. فرمانی تشکیلات است و بالاتر است رئیس. پگاه در میدان ده دخترت را انتظارم رئیس. سینان. اما رفتیم. بایی نگر حالا هم نگاه بکند. چشمانت رو تو خورد. حالا هم نگاه میکنی. چی میخواهند پدر؟ تو را با تشکیلات همراه کردن میخواهند. ها؟ چرا با بیرون در اومدی؟ خواهیر شدم پدر جان. من با تو چند بار گفتم با کاری دیگران بینیت رو نخلان. چند بار گفتم راگرد کمی زود برا. با کی زنگ میزنید پدر جان؟ حالا هم در اینجا. در سمره از اینجا برا. الو، منم شهباز، رئیس دهه آبی کلان. آقا یک مشکلی دارم آقا. خوش آمدید آقای دیلو. خوش باشید دخترها. در خانه تنها ایستادن نتوانستم. به اینجا اومدم. نقص کردی دخترم، نقص کردی. بدرون درو. بابا ابراهیم کجا غیب زدند؟ باید از این کارها با خبر شوند. به دهه مزارت رفتن اما که روفی. نخواد؟ آن ده خیلی دور است. بله. خوش آمدی دیلو. خوش باشید جنگا. اکای امید برای کودک و زینب گروه تیار کردم. مایلش ینگا مایلش. بیاید من میبرم. بچه ها خونه خورده. بیاید من برم اما که امید. شب اینجا با زینب میستم. دیلو خواهی از تا خانه گذر. هم یک نقطه طبی رو میبینم. شاید آقای دکتر اومده باشن. مایلش من بگاهی آمده خبرتون میگیرم. خیر مایلش دخترم. بابا ابراهیم هم وقت رفتنش را یافته است. اکنون ما با این خاینه ها چه کار میکنیم؟ زود باشید جلو خالی کنید. آیسته میدارم دختر بانید. بیار دخترم. بابا حال کودک خوب پیچان. بیچاره خیلی خنک کرده است. دخترم تو آتش را درگیرم. حاضر پدر جان. اینها بیمارن بابا؟ بله بیمارن پسرم. از کجا آمدن؟ از کجا میدونیم پسرم؟ حاضر کار میشوی. کنی بچه ها درایت. اینها مهمانند بیمارن. کودکان را به درون درا. زود باش. آخر آنجا خنک است. کودکان خنک میخورند. چی لاش خانم دیده ایستاده ای. هر دیشان هم بیمارن. با کودکان فرقده کشیده شینن در میشن. خواطر نشن هیچ چیز نمیشن. مایلش. جية القائم مقام على الضيعة وعلاقته المنيحة مع الشيخ ممكن تأثر على أهالي الضيعة وتخليهم يوقفوا كلياتهم ضد التنظيم. ومشان هيك لازم تحلوا قصة الشيخ إبراهيم بسرعة. ايه بس في كتير ناس بالضيعة عم بيفكروا مثل الشيخ. ومشان هيك أنا عم قلك لازم نخلص من هالزلمة لأنه بوجوده ما عم نقدر نتحكم بالناس مثل ما بدنا. الشيخ إبراهيم بيأثر كتير على الناس اللي هون، وإذا ظلوا الناس لاحقينه رح يتمسكوا بالدين أكتر من هيك ورح يجي يوم ويقضوا على التنظيم. فورا يا عمر لازم تصرفوا للشيخ بأسرع وقت. بس عم فكر إذا صرفنا له هالزلمة يجنوا أهل الضيعة ويطلعوا لنا بداله 100 شيخ. نحن شايفين يا عمر انه هالزلمة مو من مصلحتنا يضل عايش، وانتو لازم تقتلوه اليوم قبل بكره. انتو ما حدا بيقدر يحاسبكن، واعملوا اللي بدكن اياه مشان تزيدوا الارهاب. انتو ونحن ربيانين على الدم والقتل، واذا ما عملتوا هيك رح تكون نهايتنا ونهايتكن كمان.
آقای طاهر آقای طاهر نیست اینجا بیا این طرف بیا برو با نزم بیارید این طرف بیا میگویم سرده در اینجا کی میکابی؟ من همشیرم یاردم چی دکتر را شناختم و دهه آمدم یک دکتر رو هم خبر گیرم گفتم دکتره که خودش را قهرمان میشتا و در کجاست؟ در ده نیستند رفتند آمدنم را شنیده گریخته است کنی گپ زن تو هم دکتر هستی خیلی خوب برای ما در کاری تو هم به تشکیلات همراه میشوی چی من؟ ها تو پگاه در نزد میدان شو نباشد این نقطه طبیعت را به سرت چپه میکنم داروها رو گرفتیم سینان خوب رفتیم زود باشید رفتیم زینب اپام اومدم عمر شما صدا نبرارید همینجا ایستید میلش دیلو بیا دیلو بیا چی گپ شد اپا؟ خواطر نشوید ینگل بولی به شما خوراک فرستادن سلامت باشند دیلو با تو چی شد؟ برای دیدن آقای طاهر به نقطه طبی رفتم در آنجا با سینان روبرو شدم مرا همراهش برده نیست زینب سینان این کارو نمی کند بابایت به این اجازت نمی دهند بابایم نیستن تا حال ناومدن نترس دیلو با ما میمونی گریه رو بس کن وای از طاهر اون خبر هست؟ نه نیست بعدی خبر نگشته است دلم گواهی میدهد که با چه واقعه شده است خوجا نترس ما صاحبان خانه خدا شفا دهد پسرم تشکر نترس پسرم ما به تو ضرر نمیرسانیم مرحمت گذر کمی خیز دزیاتون ما در کجاییم؟ تو با اون کودک رو از کوه از درون برف یافتیم هر دویتون بیهوش بودید در آنجا چیکار داشتید؟ من دکتر دهه آبی کلانم آقای دکتر مرحمت بینشین خوجا هم یک پسرک دهاتی است راستش رو گویم او رو از سلاح دارون گریزوندم برای ما رو نجات دادنتون می ندارم احوال کودک بد است آقای دکتر در خونه که مانده شدیم کمی دم گیرد می گذارد بعد می رویم شما رو تشویش نمیدهیم چه ها میگوی پسرم تا صحت شدنش همینجا مانید مهمانمان شوید اینجا را خانه خود دانید خدا از شما راضی باشد خدا شفا دهد تشکر یعنی شما دکتر هستی؟ بله بیا تو چقدر دکتر به غیر از یک کاسه شوربا دیگر چیزی نداریم همش رو سیاه دارو خوردم میدانم لیکن چیکار کنیم
آنها گرسنه‌اند. 3-4 تخم مانده است. جوشانده بیارم. کودک ها چی میخورن؟ ماند. مهمان ها خورند. ما گرسنه هم استیم، هیچ گپ نمیشود. با این تخم ها سیر نمیشوند. مرغ را هم کشید. اگر مرغ را کشیم دیگر تخم از کجا مییابیم؟ آخر مگر مهمان را گرسنه میمانیم؟ تو کوش رزق را خدا میدهد. روید زود باشید. اگر پگاه اومده ما رو برای چیکار میکنیم؟ افسوس که بابا ابراهیم در دهه نیستند آقا. شما چی میگوید آقای رفیع؟ اکنون چیکار میکنید؟ با خدا این خاینه ها از حد گذراندن. بغیر از سربازان را خبر کردن دیگر چاره نمانده است. بله آقای رفیع راست میگوید. چرا خاموشی حامد؟ راست میگوید دکا، راست میگوید. دیگر چاره ای نیست. آن ظالمان را بالای سر کردن نمیگردیم. همین ترونه برادران. راست میگوید. بفضل جهودكم يا جماعة خلينا البلد بحالة توتر دائم، وبلشت العالم تنسى العادات والتقاليد اللي تمسكت فيها من زمان. يمكن لأنه تأكدوا أنه ما رح يقدروا يوقفوا بوش قوتنا وقدرتنا، لأنه نحن صار لنا سنين فارضين عليهم نظامنا بالقوة. وبالأيام اللي جاية رح يصير أحداث كتير مهمة، وقرر التنظيم أنه يتخلص من كم واحد انتهت فترة شغلهم معنا، ونحن رح نبعتهم لعند أهاليهم عن قريب. وأنا عرفت أنه في جماعة عم بتحرض الطلاب لتعمل مظاهرات بالشارع، وعم يقنعوهم من شان يحملوا لافتات، مفكرين أنه بهالطريقة رح يقدروا يحموا وطنهم. كل واحد بهالدنيا في عنده نقطة ضعف، في ناس بتحب المصاري، وفي ناس بتحب المناصب، وفي ناس بتحب شغلات تانية، ونحن لازم نستغل كل هالأساليب، ولازم ندور على نقطة ضعف كل واحد ونخليه يصير مثل العبد إلنا، وهيك منسيطر على الشعب ومنقدر نتحكم فيه. بس مبدئيا فيك تقول إنه نحن نجحنا، لأنه الناس صاروا يوجهوا الاتهامات لبعض، وكل واحد فيهم صار يدافع عن حاله، وطبعا نحن اللي جبرناهم يعملوا هذا الشيء، لأنه كل واحد فيهم صار خايف على المركز اللي نحن حطيناه فيه، وما حدا منهم عنده استعداد يتخلى عن مركزه أبدا. مشان هيك صاروا يشتغلوا بالممنوعات وكل شيء بنأمرهم فيه، وفي عنا إثباتات على هذا الشيء، وكل واحد منهم عملنا له أرشيف وملف خاص إله، وبعتنا له نسخة عنه كمان، وهيك صارت رقبتهم بين إيدينا. الشغلة مو سهلة مثل ما حضرتك مفكرة. هاي الملفات الموجودة بين إيديك موجودة مع غيرك كمان، وبحب قلك يا خانم إنه معهم الملفات المالية اللي جمعها تنظيمك كل هالسنين بشكل غير قانوني، وانتو هيك عم تتصرفوا بغباء وبدون ما تفكروا، لأنه حتى العمليات السرية اللي فشلتوا بتنفيذها ما عم تقدروا تخفوا ملفاتها عنهم، ولازم تعرفوا انه ممكن يخلصوا عليكم بأي لحظة، ومن شان هيك لازم تتصرفوا. وانا قلت لكم قبل هلا انه لازم تفضحوهم بالجرايد والتلفزيونات وتخلوا كل العالم يسمعوا باخبارهم ومشاكلهم. ايه معلم، نحن عملنا كل شيء قلت لنا عليه بالحرف الواحد، وكل فضايحهم حطيناها بالمانشيت العريض، ونشرنا اخبارهم صفحات كاملة، وبلشنا نعرض المسلسلات اللي كتبنا فيها قصصهم، وساوينا اعلانات كتير للمسلسلات وبعناها لكل الفضائيات، بس قليل الناس اللي عم تتابعها. انتو خليكن متابعين بعرض المسلسلات على الفضائيات، وما بيهمنا اذا ما حدا شافها، بس كل شي عم تعملوا لحد هلا مو كافي، ونحن بدنا اياكم تساووا اي شي لتعملوا بلبله وفوضى بالبلد وتجننوا الشعب. ولازم حضرتك تعرف انه اجهزة اعلامك عم تفقد تأثيرها، وصار لازم تاخد قرارك وتغير مجلس الادارة كله، وانت بتعرف انه في واحد منهم عم يوقف بوشنا وما عم يشتغل مثل ما بدنا ودائما معارضنا. هالزلمة كبر بالعمر وصار لازم يقعد ببيته بقى. اكيد عرفتوا لهذا الزلمة مو هيك؟ ايه فهمت عليك معلم، فهمت عليك ولا يهمك. وانا قلت لك قبل هلا انه رح نجهز حملة كتير كبيرة ضد هالزلمة، وبالفعل نحن اخذنا كل صوره وتسجيلات صوته وبعتناها على الجمعية الدينية اللي حاطينها تحت تصرفنا، بس ما بعرف كيف تسرب هالخبر ووصل لإله. عن جد مو معقول، شلون عم بيصير هيك؟ طيب وما عرفتوا من وين عم توصلوا الأخبار؟ يعني شلون كل شي عم نخطط له يا لهالزلمة عم ينعكس علينا؟ ايه يا معلم، لأنه بصراحة نحن خسرنا دعم الشعب إلنا، وللأسف التنظيم بلش يتفكك، ورح نمر بأيام صعبة كتير. انتو بهالفترة لازم تتمسكوا بالدين منيح قدام العالم، وتتستروا بستار الإيمان، لأنه شعوب هاي المنطقة متعلقة كتير بهاي الأمور، ولازم تظهروا لهم نفس الشيء. بس انت بتعرف انه ما في جواتنا إيمان، وبيزعجنا كتير الالتزام بالدين، بس مشان نحقق هدفنا ويستمر هالتنظيم نحن مستعدين لكل شيء. يا معلم، تفجير السيارات بالمدن مهمة صعبة على التنظيم، ويا ريت نخفف من هالعمليات شوي. شوف،
الهدف الأساسي إلنا هو العنف والتفجير والسرقة والنصب والاحتيال على الشعب، مشان زعزع له ثقته بالحكومة. وأهم شي بهالأيام أنكم تضخموا الأمور أكتر وأكتر لحتى نوصل للهدف اللي بده إياه التنظيم. کاری این ده حال شد بدی همین قدر جنگاور بس است. تو با مکان یوز ها رو و کچه کمک کن. آخه تو تنها میمونی. تو گفتم رو اجرا کن. مایل سینون رفتیم. با ما بیا امکی زبیر. قماندان رئیس آمده است. چی میخواهد؟ شما را دیدن میخواهد. گوی بیاید. سلام سینان. خوش آمده رئیس. خوش باشید. گوی چی میخواهی؟ گوش کن سینان، مسئله قزنون رو حل کردم و دخترم نرس. چطور حل کردی؟ و تو از بالا امر میکنند. چی بود از آن امر دیهنده؟ جانم را بلا آوردی رئیس. تو هم جانی مرا بلا آوردی. گوش کن، اگر به عملیات پگاه بوده مانع شوید یا یگان نفر سربازان را خبر کند دانسته باش تو را میکشم رئیس. آقای رافع چیکار میکنید؟ رئیس با کجا رفته باشه؟ کجا رفته باشه؟ من نمیدونم. خیر است برادران؟ باید به سربازان زنگ زده آنها را خبردار کنیم رئیس. بله. آقای رافع شما عقلتون رو خورده اید ها؟ جنگ میخواهید؟ کمی صبر کنید، یک فکر کنید. فرض کردیم که سربازان رو جیغ زدید، مگر آنها نمیگویند که شما به تشکیلات کمک کردید، خوراک دادید؟ حساب اینها رو نمیپرسند. تو چه میگویی رئیس؟ چه میگویی ها؟ سببش رو نمیدونند؟ اگر داده باشن پس اونی دادن. تو با آن طرفش کادار نشو. من نمیگذارم که بچهای ده به دستی آنها افتند. زود باش، زود به سربازان خبر ده. همین طور برادران. همین طور. زنگ میزنیم. بیایید زنگ زنیم. رفتیم برادران. رفتیم. شما برای چی اومدید؟ من خودم زنگ میزنم. رئیس ما به زنگ تو مانع نمیشویم. کنه رئیس زنگ زن آنها را خبردار کن. زنگ زده ایستادم. حاضر. البته هیچ مانع نیست. از دست این تشکیلات چیزی ندیدیم. کلاه هم افتید. از دست این خائن ها عذاب زیادی دیدیم. حاضر سربازان آمده بر جایشون میشینن. الو برادران، با خدا که تلفن کار نمیکنه. چه؟ کار نمیکند؟ من از کجا دانم آقای حمید؟ انا گیسه گوش کن. هست؟ با خدا که صدا نیست. گفتم که با من باور نمیکنید. شاید علاقه کرده شده است. گوش کن رئیس بیناموس، تو را برای چی رئیس ماندند؟ کس بیند گمان میکند که آدمی. چرا با من داد میزنید آقای رافی؟ مگر تلفن من از کار برآمد؟ داد فریاد میکنید. چیکار کردنمون رو باید فکر کنیم. دیگر چاره نیست. گفته ای تشکیلات میشود. اکا میرویم. چیکار کنم؟ بیا خوجا، بیا. نشین. خوب هستی خوجا؟ شکر خوبم آقای دکتر. ما چی طرف نجات یافتیم؟ اما که عبدالله بو پسرانشون ما رو نجات دادن. خدا شفا دهد پسرم. خدا شفا دهد شیربچه‌ام. تشکر اکا. خدا از شما راضی باشد. خوراک تیار شد. نان رو هم بیار دخترم. ما هم میخوریم بیبی جان. ای بس. اما من بیبیت قربانت شود. اونها مهمانند. حاضر من برای تو تخم جوشانم. خوراک تیار است. مرحمت کنید. مرحمت کنید آقای دکتر. کنی خوجا پیشتر شید. شما نمیخورید؟ نه پسرم، ما بعد میخوریم. شما گریختن گیرید.
گرفتن گرید با شما اشتایتان اشتایتان این طور نمی شود. کنی بیایید بیایید کنی بچه ها کنی گذارید همه ما یک جای میخوریم. سیلو دارو بردم پدر. دارو کشایت میگویم. بخیر است؟ زوفیداری را میجویم. ایگانان از این جای ها نیستن. در خانه بغیر از فرزندانم دیگر کسی نیست؟ کنی یک طرف ایست بینیم. در درون کسی نیست بیرتر. شکممون هم خیلی گرسنه است. همین طور نمه ما؟ بله همین طور. کنی گم شده؟ به اونها نرسید. خوب نپخته است. این را گیر. رفتیم. نان را هم گیر. این که چه است؟ شما در اینجا چی میکنید؟ کودک سینان گفته و دکتر ده گروه زنده است. از پسی آنهایم. ماند آنها را از ده آدم جمع میکنه. حالا خانه های زیادی هستن. با من بیایید. مالش که چه؟ شکر که رفتند. آنها رفتند آقای دکتر. برایید. کجا برایید برای. شما خوبید؟ من خوبم، اما خوراکتان را دزدیدند خائن ها. خوبی تو هم نمیبرد زینب؟ بله خوبم نمیبرد. طاهر رو فکر میکنم. با او چی شد؟ حالا در کجاست؟ خیلی خواطرم دلا. اگر برگردد با او آشتی میکنی؟ نمیدانم. با او چه خیلی مناسبت کردنم رو نمیدانم. دكتور إذا بدك أمك تضل عايشة سلم حالك هلا. رح سلم حالي زيدان، اتركها لأمي. قومي يا حرمي، أنت حرة، روحي. ابني أمي حبيبي أمي دخل الله أمي طارق أمي أنا عايشة يا أمي، أنا هون. تعال قلبي، تعال يا أمي. أمي بخیر بودید انشالله. این چه خیلی خوب بود.
بیهوده فکر میکنه پدر. بغیر از با تشکیلات همراه شدن دیگر چاره‌ای نداریم. تو را به دست آن بدینانی به ایمان ظالم نمیدهم پسرم. پدر جان گوش کنید. دیگر از دست ما چی میروید؟ بیایید از اینجا میروید. خانه ما را پرتافتن میگریزید. معلش پدر. اما این قدر آدم به کجا میرویم؟ چی میخوریم؟ از اینجا میرویم پسرم. البته خداوند کمکمان میکند. چی گپ است سماک عبدالله؟ آقای دکتر تو را بیدار کردیم. گذشته شین. من بیدار بودم. صحبتتان رو شنیدم. یکمان مشکلی دارید؟ چی گپ؟ فهمونه دختر. تشکیلات از هر خانه یک نفری را طلب دارد. از این خانه با تشکیلات بغیر از من دیگر کسی نمیروم. من باشم پسرم را قربان کردن نمیخواهم آقای دکتر. دیگر چاره‌ای نداریم پدر. چرا هست؟ گریزید. آنها پس نمیگردند. آنها هیچگاه شما را راحت نمیگذارند. هیچ نباشد به خاطر این کودکان روید. خونده آینده دار شوند. من به شما کمک میکنم. خدا از تو راضی باشد پسرم. خب اما ما امروز اسمان را میبرند. پگاه چی؟ پگاه نوبت و پسرانی تو میشود. آقای دکتر راست میگوید. چاره نیست. از اینجا میرویم. فاطمه لابای چیز و چارتان را جمع کنید. از اینجا میرویم. خوب شده است. کسی ناومد. چی گپ شده باشد؟ کنی من یک رفته بینم. نرفتی لو. شاید بابایم آمده باشند یا شاید آقای طاهر آمدند. این طور باشد همراه میرویم. تو چه ها میگویی زینب؟ معلمه بودن تو را میدونن. اگر تو را بینن میکشن. تو در همین جا ایستو. فهمیدی؟ من زود بر میگردم. دیلو من با تو میروم. از اینجا نبرو زینب. در اینجا چیکار داری بدی؟ سینون فریسا برای کمکی تو اومدیم که چی؟ این هم اکبان ها دیده کار برامد به تجربه است. کمی به تجربه اما خوب میشود که چه؟ به تجربه ها را هیچ دوست نمیدارم دونسته باش. خانه های زیاد را گشتن لازم بدی. تو آنها را نشان ده بس است که چه؟ نصرت لبای که چه؟ بدی را به خانه عبدالله بر. خوب شده است. رفتیم. با اینجا درایید. احمق چرا در رو نمیکشوید؟ دیگر کار نداریم در سکنی میکنیم. یک طرف ایستا. مادر جون با تشکیلات کی همراه میشود؟ من. کنی اون رو برید. هرده اون رو. یک طرف ایستا. یک طرف ایستا. در این یکم چیزی خودنی نیست؟ نیست؟ خب من این حجر را هم یاد بینم. در آنجا چیزی نیست. نبودن از معلوم. کنی یک طرف ایستا. دختری با عقل. این را بینه دختری خودمان. انا این خوجه کنی برا خوجه کوه با کوه نمیرسد آدم با آدم میرسید اصلا دختر تو خودت را آدم گمون کرده دمت رو گیر بده مادرم در کجاست مادرم نو به خاطر آمد دختر مادرم در کجاست بده بس گذر با بیرون راگرد گذر زودتر گذر زودتر تفجو نکن
مهمون های عزیز داشته یا؟ مادر جان آنها مهمانان منند، با آنها دست نرسان. از خدا ترس، التماس برادر، آنها به من امانتند. بسر نشو از اینجا. بسر کار بکنی اما کرده برو کرده هزار بازار رو بخری کرده برو داره سرده سرده خطی خلق را مشروعیت سمیده هم شرف مدیا تقدیم میکند با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. بعد بابا بابا بشمین تو يلا امشي داویدم کجا؟ زودتر داویدم زودتر ایت گفتم کجا بیا با اینجا درو راه کرد با بیرون برو اومدت رو میبرم. خوب آقای دکتر. راهگرده زودتر سر بهر منو نمیخوام بیاره دورا سر بهر منو از مادرم میرم اینجا بیا گفتم برو داره بری زودتر سر بهر منو نمیخوام رفتن سر بهر منو نشناختی؟ تو رو نمیشناسم. برفین آخر چهل من طاهیر دکتری دهاتون. تو رو نمیشناسم گفتم. راهگرد هشتا رو گفتم.
بدی